در سال 68 اینو ما شروع کردیم، هنوز به جایی نرسیدیم. منطقه آزاد فقط همین سال گذشته آمده قراردادی با بنیاد مسکن بست. اون بنیاد مسکن ورشکست شد و رفت برای خودش. آمده قراردادی با چی بست؟ برای آبش، لوله کشی آبش. لوله کشی آبش هم به آمده به اتمام رسیده، پول نداره که بده. چون اون یارو که آمدین مصوب کرد قرارداد بست، اون یارو عوض شد و رفت برای خودش. یه برچسب زدند و رفت. خدا پدرش بیامرزه. نانوایی‌ها و جایگاه سوخت برای خودشون دلال بازار درست کردن. من خودم چندین بار مراجعه کردم برای تهیه نان خانوادم و توی صف وایستادیم. تقریبا صف به اندازه 300-400 نفره. یکی از بیرون میاد یه لنگ با خودشه، 100 تا نون بهش میده، ما وایستادیم تو صف. بعد ما باهاش صحبت میکنیم، شروع میکنن به جربست این چیزا. حتی مدرکشو دارم، فیلمشو گرفتم، داخل گوشی هم هست. و در مورد جایگاه سوخت که بنده و دوستم چند روز پیش رفتیم برای سوختگیری ماشین. بعد موقعی که اونجا مراجعه کردیم با یه صف نمیدونم چند کیلومتری مواجه شدیم. 1 ساعتی تقریبا 2 ساعت طول کشید تا رسیدیم اونجا. من پیاده شدم ببینم چرا این صف اصلا جلو نمیره. موقعی که پیاده شدم مگه یک باک پژو 405 چند لیتر بنزین جا میکنه که 3 تا کارت عوض میکنه؟ 3 تا کارت 60 لیتری یعنی 180 لیتر. شما همه‌تون دوستان ماشین دارن، آیا این انصافه که من به خاطر 20 لیتر بنزین که از بیرون تهیه میکنم، دیروز رفتم قیمت گرفتم 20 لیتر بنزین 280,000 تومان قیمتشه؟ چرا باید اینجوری بشه؟ در بحث نانوایی‌ها و جایگاه سوخت آقای فرماندار محترم هیچ گونه نظارتی نمیشه. باید دستگاه نظارتی وارد عمل بشن. این مشکل من نیست، مشکل تمام شهره. محله رو خودشون از نزدیک دیدن. محله‌ای که یکی از اولین محله شهرستان چابهاره، یکی محله عثمان آباد، محله شیری ها و محله سرخریگا. اینا قدیمی ترین محله های شهرستان چابهارن، ولی متاسفانه ناشکری نباشه هیچ کاری نشده، ولی واقعا کار نشده. ما حتی یک زمین فوتبالی برای بچه هایمون نداریم، یک مدرسه راهنمایی یا مدرسه دبیرستان برای دخترانمون که از اونجا تا مدرسه شهید رجایی یا مدرسه سمیه پیاده میرن. اینو من خواهش میکنم از فرماندار و اندرکاران که یک کاری بتونن برای محلهمون انجام میدن. یه مشکلی که ما تو محله عثمان آباد داریم محله آبه. هیچ آب شربی اونجا، ما به جرات میگیم که اصلا آب شربی اونجا وجود نداره. نمیدونم، ما چندی بار مراجعه کردیم اکثرا از دوستانمون به امور آب یا فاضلاب، ولی متاسفانه جوابی نگرفتیم. یعنی ما با مشکل آب در شهرستان چابهار اونجا داریم دست پنجه نرم میکنیم. یکی از مشکلاتمون فضای سبزه. اصلا فضای سبزی تو محله ما نیست. ما فقط شدیم اونجا جز مرده پرستان، فقط یه قبرستون اونجا هست و ما فقط هر روز صبح که بلند میشیم فقط با مرده ها سرکار داریم. به جرئت میتونیم بگیم که انشالله تا پایان سال مشکل این 58 روستا و این آبی که عرض کردم 70,000 نفری که آب ندارن انشالله حل کنیم، به همت و یاری مردم عزیز ما، البته همراهی شما بزرگان. چیزی که فکر میکردیم نشدنی است، اما الان داریم میبینیم شدنی هست. و همه موضوعات، بحث بهداشت خیلی موضوع مهمی است. تو بحث جایگاه من به ترتیب بعضی موضوعات رو، حالا اونایی که تکراریه دیگه اعلام نمی‌کنم. تو جایگاه سوخت من تو جلسه استان هم اعلام کردم، جلسه‌ای که 2 روز قبل هم اینجا داشتیم اعلام کردم، در صدا سیما هم عزیزان ما هستن تو همین جلسه صدا سیما هم اعلام کردم. چرا باید استان مجاور ما که هم
تراز ما هست از نظر جمعیتی و وسعت 2.5 برابر ما جایگاه سوخت داشته باشیم. ما 121 جایگاه داشته باشیم، اونها 286 جایگاه. تقدیر و تشکر البته دارم از همه عزیزانی که در گذشته کار کردن برای این مردم خوبمون در استان، همه، از استانداران قبلی، از فرمانداران قبلی، نمایندگان محترم قبلی، همه. اما واقعا همینقدر باید کار میکردیم؟ حضرت آقا فرموده هر کجا کار عقب افتاده داریم چون جهادی و انقلابی کار نکردیم. البته نمیتونیم برای اونها تصمیم بگیریم و شرایط اون زمان هم متفاوت بوده. فرمانداران اون موقع، استانداران، نمایندگان، شرایطشون متفاوت بوده، اما این کارها همه شدنی هست به شرط اینکه دست به دست هم بدیم. تو بحث سوخت ما کمبود داریم، پیگیری سفت و سخت هم داریم میکنیم که حداقل 3 یا 4 تا جایگاه همین امسال مجوزش رو بگیریم برای شهر و شهرستان.